فصل هفتم. به خانواده و دوستانتان احترام گذارید. به خانواده و دوستانتان احترام گذارید. افراد خانواده و همکارانتان را مقدم بدارید. وفادار باشید. مسئله ها را حل نمایید. پول شما را به هدف میرساند. اشخاص مناسب را انتخاب کنید و به استعدادهایشان پاداش دهید. شب در ساحل گینگستان در جزیره یامایکا بیرون یک طربخانه نشسته بودم و به یکی از ترانه های باب مارلی گوش می دادم. در دریا گروه از پلیکان ها برای صید ماهی به درون آب می رفتند. به نوبت این کار را می کردند یکی پس از دیگری. به نظر می رسید که یک کار گروهی انجام می دهند. هر جهنده چیزی به دست می آورد. با دیدن این منظره به ذهنم رسید که خانواده من شبیه اینهاست. یک دسته متحد ویرجین هم یک خانواده بزرگ است. امروزه 50,000 کارمند در ویرجین کار میکنند، اما هر یکی آنها مهم هستند. ایده کار گروهی یادگیری کودکی است. مادرم همیشه میخواست کاری برای ما پیدا کند که انجام دهیم. اگر سعی میکردیم از کار یا مسئولیت فرار کنیم، ما را خودخواه خطاب میکرد. البته ما فرصتی بازی داشتیم، اما از نظر او بازی هدفمند بهتر بود. از این رو به جای اینکه با لختک بازی کنیم، سوار اسب میشدیم، تنیس بازی میکردیم یا سوار دوچرخه میشدیم. یک شنبه به جای اینکه در کلیسا کنار پسری که در خانه ما اقامت داشت بنشینم، کنار بهترین دوستم نیک نشستم. مادرم عصبانی شد. او گفت مهمان به هر جهت مهمان است و مهمانان اولویت دارند. او از پدرم خواست مرا مجازات کند، اما پدرم پشت درهای بسته اتاق مطالعه‌اش دستهایش را به هم می‌کوبد تا صدا از آن خارج شود و من هم با صدایی به اندازه کافی بلند فریاد می‌زدم تا مادرم بشنود و فکر کند در حال تنبیه هستم. پدرم بیشتر در کار بود و مادرم بود که در خانه مدیریت می‌کرد، اما به هر صورت هر دوی آنها نقش مهمی در خانواده ما داشتند و من هم تا به امروز هر دوی آنها را گرامی می‌دارم. می‌توانید بهترین دوستی افراد باشید و با این حال با آنها توافق نداشته باشید. اگر به هم نزدیک باشید می‌توانید با دوستیتان ادامه دهید. وقتی نیک به ما پیوست تا بداند که من و جانی در مجله استودنت چی می‌کنیم، از طرز کار ما حیران شد. کار ما بسیار در هم و آشفته بود. پولهایمان را در یک صندوقچه نگهداری می‌کردیم و هر کس اگر می‌خواست می‌توانست به آن دسترسی داشته باشد. وقتی باید صورت حساب یا حساب را به بانک بپردازیم، ابتدا پولهای درون صندوقچه را می‌شمردیم. و جای تعجب نبود که همیشه پول به اندازه‌ای که می‌خواستیم وجود نداشت. همیشه از کارهایمان عقب بودیم. می‌دانستم نیک در زمینه رسیدگی به امور مالی از ما معلوماتی بیشتر دارد. از او خواستم دانشگاه را ترک کند و به جمع ما بپیوندد. او صندوق ما را به بانک منتقل ساخت و دیگر قابوس بانکی کم و بیش به موقع پرداخت می شدند. از شدت استرس ما کاسته شد. مجله استودنت بیشتر با داوطلبان در دانشگاه ها فروخته می شود. بیشتر با کمبودی روبرو می شدیم و کم می آوردیم. نیک ترتیب داد که توزیع مجله بهتر شد. او همچنین به ما کمک کرد خانه های بزرگ پیدا کنیم. از دفترمان در آن زیرزمینی تنگ و باریک بیرون آمدیم. احساسی بهتری پیدا کرده بودم تا اینکه روز روی میزم یادداشتی را دیدم که نیک به اشتباه آنجا گذشته بود. نیک به کارکنان مجله استودنت نوشته بود که باید سردبیری و اجازه نشر را از من بگیرند و خودشان مجله را اداره کنند. احساس کردم به من خیانت شده است. به فکرم رسید باید نیک را اخراج کنم و این در حالی بود که نیک یکی از بهترین دوستان و همکاران من بود. با او گفتم که باید مجله را ترک کند. با او گفتم چند نفر از همکارانت به من مراجعه کرده و معتقدند از برنامه‌ریزی های تو دلخوشی ندارند. طوری وانمود کردم که گویا همه چیز را میدانم. نیک از این که برنامه‌اش برملا شده بود حیران شد. نمیدانست چی بگوید. با او گفتم ببین، مجله استودنت همه زندگی من است. ما میتوانیم با هم دوست باقی بمانیم.
و حتی یکدیگر را ملاقات کنیم، اما تو باید بروی. نیک گفت متاسفم ریکی، فکر کردم این گونه کار ما بهتر می شود. او به دانشگاه برگشت و ما دوست باقی ماندیم. این اولین اختلافی بود که من با کسی پیدا کردم. بیشترین ناراحتی من از آن رو بود که او بهترین دوست من بود، اما با برخوردی قاطعانه‌ای که کردم اجازه ندادم وضع خرابتر شود. درسی که آموختم این بود که بهترین کار این است که درباره مسائلتان آشکار حرف بزنید. اگر به سرعت و بلافاصله با مشکلات و مسائلی که با دیگران پیدا میکنید برخورد کنید، از انباشته شدن این مسائل روی هم پیشگیری میکنید. انتشار مجله سودن ادامه یافت به آنکه نیک امور مالی و توزیع مجله را کنترل کند. پرداخت پذیری ما در شرایط خوب قرار نداشت و می دانستم به منبع درآمد دیگر احتیاج داریم. ورود ما به استحصال صفحه ها و نوارهای موسیقی کاملا اتفاقی بود. این که می گویم اتفاقی برای این است که ما پیوسته در دفترمان موسیقی پخش می کردیم. من بیش از اندازه درگیر صحبت‌های تلفنی بودم و در این شرایط موسیقی صدای پس زمینه برای من شده بود. اما به این نتیجه رسیدم که بچه‌ها و نوجوان‌ها همه پول خود را پس‌انداز می‌کنند تا صفحه و نوارهای موسیقی بخرند. از این رو در مجله سودن آگاهی دادم که نوارهای موسیقی را با قیمتی کمتر به دست دانش آموزان می‌رسانم و واکنش خریداران فوق‌العاده بود. نمی‌دانستم، اما این حرکتی بود به سمت ویرجین. جزئیات را برای سفارش دادن نوار و صفحه بین مردم توزیع کردم و در یک شب مبلغی زیاد پول و چک از سفارش نوارهای موسیقی گرفتیم. به این نتیجه رسیدم که به تنهایی از عهده این کار برآمده نمیتوانم. لذا مجدد از نیک دعوت به همکاری کردم. به او گفتم اگر دعوت به همکاری مجدد را بپذیرد 40% درآمد از این کار را به او میدهم. او دعوتی مرا قبول کرد. ما در زمینه خزینه هایمان و پرداخت پذیری با مشکلات روبرو بودیم که نیک هم را برطرف کرد. سفارش نشر مواد اوج گرفت، اما تهیه مجله سودن خیلی وقت می گرفت. پرداخت پذیری همیشه مشکلی دارد. دریافت ما از توزیع کنندگان همیشه وقت می گرفت. همیشه با مشکلی پرداخت روبرو بودیم. سعی کردم مجله را با IPC Image Packing System که بزرگترین گروه چاپ رسانی در بریتانیا بود بفروشم. آنها می‌خواستند من در مقام سردبیر در مجله باقی بمانم. از من درباره برنامه‌هایم سوال کردند. طبق معمول همیشه ایده‌های مختلفی داشتم. فکر می‌کنم گروه مدیران IPS بعد از شنیدن رویاهای بلند پروازانه من شگفت زده شده بودند. می‌خواستم بانک ارزان برای محصلی دایر کنم و برای آنها مهمانخانه و باششگاه بسازم. میگفتم باید یک سیستمی حمل و نقل قطاری ارزان ایجاد کنیم و وقتی دایر کردن یک شرکتی هواپیمایی با بلیط ارزان را پیشنهاد کردم، شبهه نکردند که عقلم را از دست دادم. آنها در حالی که مرا به سمت دری خروج راهنمایی میکردند گفتند تصمیم خود را به شما اطلاع میدهیم، لازم نیست به ما زنگ بزنید، ما خودمون با شما تماس میگیریم. برای من همیشه این سوال مطرح بود که اگر IPS به حرفای من گوش داده بود چه اتفاقی میافتاد؟ آیا حالا آنها به جای ویرجین صاحب شرکتی هواپیمایی و قطار بودند؟ این پایان برنامه‌های بزرگی من برای مجله سودن بود. زمستان سال 1971 قریب همه رویاهای من به هم ریخت. ظرف یک شب برنامه فروش موادهای ما متوقف شد. تصمیم گرفتیم فروشگاهی صفحه فروشی خود را دایر کنیم. من هدف دیگر هم داشتم. اشتیاقی ما بیشتر شد. میخواستیم شرایطی ایجاد کنیم که دانشجویان و محصلین بخواهند وقتی خود را به ما بگذرانند و همین کار را کردیم. ما همین صفحه های مشهور را با نرخ دسترس در اختیار مشتریان قرار دادیم. حرفایی که مردم درباره ما میزدند روی کار ما تأثیری تبلیغی خوب داشت. قدم بعدی ما دایر کردن یک استودیوی ثبت بود. میخواستم آن جایی باشد که اشخاص بیایند و وقتی خود را در آن بگذرانند. در آن زمان استودیوهای ثبت بیشتر در لندن قرار داشتند و مثل دیگر اداره ها
و کارخانه ها از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر دایر بودند و کار میکردند. استودیوها مکان دشمنانه برای کار گروه ها بودند. نواختن راک و رال از ساعت 9 صبح کاری ناخوشایند نبود. باید همه لوازمات مورد نیازی آنها را تأمین میکردیم. به فکرم رسید که باید ساختمان بزرگتر تهیه کنم تا همین ما به شکل اعضای یک خانواده در آن کار کنیم. وقتی دیدم جای قلعه را به قیمت 2000 فونت برای فروش گذاشته‌اند، به هیجان آمدم. موقعیت جالبی بود. همیشه دلم میخواست صاحب قلعه باشم. آرزو میکردم گروه مانندی The Beatles و The Rolling Stones برای ثبت برنامه‌های خود به من مراجعه کنند. با سر پرشور به ویلز رفتم تا آن قلعه فروشه را بررسی کنم. متاسفانه قلعه بین چندین خانه استقامتی قرار داشت. آن زمینی خصوصی نداشت و می دانستم گروه های موسیقی هرگز علاقه ندارند به آنجا بروند، آنجا بمانند و نوار ثبت کنند. رؤیاهایم کم رنگ شدند. در راه بازگشت به لندن با دلشکستگی از اینکه دست خالی برگشتم، در مجله دیدم که یک اموال قدیمی را نزدیک آکسفورد به فروش گذاشته‌اند. البته قلعه نبود، اما برای من حکم قلعه را داشت. به سمت خانه حرکت کردم. به محض اینکه این خانه قدیمی را دیدم، عاشق آن شدم. یک باغ خصوصی داشت و خانه در مرکز باغی بزرگ و زیبای قرار گرفته بود. خانه 10 اتاق داشت. The Beatles و The Rolling Stones می توانستند هر کدام از قسمت از این ساختمان کارگاه شوند. عالی بود. از این بهتر نمی شود. به بنگاه معاملات املاک زنگ زدم. بنگاه گفت 35,000 فونت استرلینگ. پرسیدم می توانی کمی تخفیف بدهی؟ گفت اگر پولش را سریع و نقد بپردازی می توانی آن را 30,000 فونت بخری. بله، موقعیت بسیار خوب بود، اما به شرط آن که همچون مبلغی داشته باشه. من درباره 5,000 فونت فکر می کردم و 30,000 فونت برای من خیلی زیاد بود، اما باید سعی می کردم و رویاهایم را تحقق می بخشیدم. برای اولین بار در زندگی لباس خوب پوشیدم و کفشای قدیمیم را تازه کردم. امیدوار بودم بتوانم مسئول وام به نکر تحت تاثیر قرار دهم. بعدها آنها به من گفتن وقتی مرا با آن کرته و شلوار و کفشای پاک زده دیدن، دانستند با مشکلی روبرو هستم. کتابچه سراغه های پستی سفارش مال را در دفترها و فروشگاه های بازرگانی خود را به آنها نشان دادم. در میان ناباوری من بانک پذیرفت 20,000 فونت به من وام دهد. سال 1971 اینقدر پول خیلی زیاد بود. هیچ کس تا آن زمان پولی بیشتری وام نداده بود. احساس غرور کردم. فکر کردم در مقایسه با 5 سال پیش پیشرفت بسیار زیاده کردم. اما به هر صورت 20,000 فونت هم هنوز کفایه نمی کرد. امیدوار بودم بستگانم به من کمک کنند. آنها قبلا همیشه به من کمک و از من حمایت کرده بودند. براستی که این کمک ها چقدر در شروع کار مفید و مؤثرند. پدر و مادرم برای من و خواهرانم پسنداز در نظر گرفته بودند که وقتی 30 ساله می شدیم هر کدام می توانستیم صاحب 2,500 فونت شویم. از پدر و مادرم پرسیدم آیا می توانم این پول را زودتر از زمان تعیین شده بردارم؟ آنها بلافاصله مقاومت کردند. پدرم گفت تو هنوز 7,500 فونت کم داری، این پول را از کجا پیدا میکنی؟ گفتم نمیدانم. پدرم گفت با عمه جویسی نهار بخور، با او میگویم که تو به نزد او میروی. عمه جویسی همان عمه بود که با من 10 شیلینگ شرط بسته بود که شنا یاد نمیگیرم. پدرم همان طور که به من گفته بود با او زنگ زد و در باوری رویای من با او صحبت کرده بود. اما هم پذیرفت بقیه پول را به من قرض دهد به شرط آن که وقتی پول در آوردم طلب او را با نرخ سودش به او پس دهم. وقتی از عمه‌ام تشکر کردم او به من گفت ببین ریکی، اگر بخواهم پول را به تو قرض نمیدهم، پول را برای چی میخواهی؟ بعد گفت میدانم که تو آنچه اندازه یک رو هستی. موضوع آن 10 شیلینگ را هنوز فراموش نکردم. وقتی برای گرفتن کلیدهای بزرگ آن خانه اربابی مراجعه کردم
حرفایش هنوز در گوشایم طنین انداز بود. پول برای این است که کار انجام دهد. این را خوب می دانستم و نیز می دانستم که اگر خانواده‌ام نمی بودند نمی توانستم کلیدهای آن خانه را در دست بگیرم. اما آنچه نمی دانستم این بود که عمه جایسه 7,500 پوند را در صندوقش نداشت و برای دادن این پول به من بخشی از خانه‌اش را گرو گذاشته بود. این هم باید اضافه کنم که تا آخرین دینار پولش را پس دادم. آن 13 سال دیگر وقت گرفت و کاری فراوانی را در بر گرفت. بارها زیر فشار و استرس فرو رفتم تا شرکت هوایی ویرجین اند اتلانتیک راه اندازی شد. بدون کمک افراد خانواده، دوستان و بستگانم این شرکت به هیچ وجه برپا نمی شد. وقتی به نیویورک پرواز کردیم، هواپیما پر از افراد خانواده، دوستان و همه کسانی بود که در زندگی برایم ارزشمند بودند. وقتی به چهره شاد و افتخاری افراد خانواده‌ام نگاه کردم، دانستم تا چه اندازه آنها در موفقیت من نقش داشتند. من آموختم همیشه با استعداد پاداش دهم. حتی اگر کسی برای کار خاص آزاد شود، اگر ایده های خوب داشته باشد یا بتواند کار دیگر کند، بگذارد این کار را بکند. به همین دلیل است که من از مردم کوچه و بازار کسب اطلاعات میکنم. در قطار و هواپیما از دیگران نظر خواهی میکنم. در بسیاری از موردها مردم کوچه و خیابان از رئیسشان بیشتر میدانند. کن بری مثال خوب است که میتوانم با او اشاره کنم. کن در یکی از صفحه فروشی های ما در مقام یک کارمند کارش را شروع کرد. ابتدا بر دریافت‌های فروشگاه نظارت میکرد، اما دیری نگذشت که کارهای متعددی انجام میداد. هرگاه میخواستم درباره موضوع چیزی بدانم، به کن زنگ میزدم. به نظر میرسید او درباره هر موضوع اطلاع کافی دارد. امروز مردم برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به گوگل یا یاهو مراجعه میکنند، اما ما فقط از کن سوال میکردیم. دو ویژگی بارزی او این بود که میتوانست با همه مبارزه برد و گرفتار نفسانیات نبود. او میتوانست با ستاره های بزرگ هنر و وکلای آنها مبارزه برد. دیری نگذشت که کار قراردادهای خود را به او واگذار کردیم. کاملا مسلم بود که استعدادهای او در نقش یک کارمند ساده تلف میشوند. او در اداره کارهای ویرجین نقش بسته ایفا میکرد. کمی بعد مدیر عامل ویرجین موزیک شد و چند سال بعد وقتی ویرجین را به شرکت AME فروختم، او سمت خود را حفظ کرد. من همیشه از توصیه‌های کن پیروی نمی‌کردم. یک بار وقتی کارمان را به شدت توصیه دادم و با کمبودی پرداخت پذیری روبرو شدم، تقاضای تشکیل جلسه بحران کردم. در آن زمان بهترین فروش ما صفحه از مایک اولفیلد توبلر بس بود. قرارداد ما با مایک به پایان رسیده بود و او برای تمدید قرارداد پول بیشتری می‌خواست. با گفتم که درآمد ویرجین موزیک از درآمد او کمتر است. وقتی علتش را پرسید جواب دادم بسیاری از گروه‌های ما تولید درآمد نمی‌کنند. یعنی من کار آنها را جبران می‌کنم؟ بله همین طور است. او به لحنی خشمگینانه گفت من نمی‌خواهم پولم را پرتایم تا تو از یک مشت آدمان بی‌لیاقت حمایت کنی. من پولی بیشتری می‌خواهم. در جلسه بحران گفتم که همه تخم مرغ‌های ما در یک سبد بود. باید با گروه‌های موسیقی بیشتری قرارداد می‌بستیم. باید بیشتر ریسک می‌کردیم و حجم شرکت را افزایش می‌دادیم. کن بری حسابی خودش را کرده بود. به اعتقاد من باید همه گروه‌ها را کنار بگذاریم و فقط با مایک اولفیلد کار کنیم. می‌دونستم اگر با مایک اولفیلد کار کنیم درآمد به دست خواهیم آورد، اما نگران بودم که شرکتمان همچون کوچک باقی بماند و اگر فروش صحیفه های او متوقف شود ما پراکنده می شویم. به کن گفتم باید یک گروه جدیدی بزرگ پیدا کنیم. خیلی سریع باید از مشکلی و دردسر بیرون بیاییم. با مقصد صرفه پول ما همه خراجات را تا حد نهایی کم کردیم. اتومبیل های خود را فروختیم، حوزه شناوریمان را تعطیل کردیم، به خودمان حقوق ندادیم. اینها روش‌های ساده برای پسنداز بودند. دشواری کار کنار گذاشتن بعضی از هنرمندان و از دست دادن کارکنان بود.
اما برای این که دوام آوریم چاره های جز این کارها نداشتیم. مردم بیشتر از من میپرسند که چگونه میتوانم با این همه مشغولیت کاری من رخصتی بگیرم و اوقاتم را به ماجراجویی بگذرانم. جواب من این است که با واگذاری اختیاری وقتی اشخاص مناسب را برای همکاری دعوت میکنید میتوانید کارها را به آنها واگذار نمایید. در این شرایط میدانید اگر خودتان هم حضور نداشته باشید کارها به خوبی انجام میشوند. سال 1987 درگیر خرید AMI بودم. در این زمان پذیرفته بودم همراه پر با کره هوایی به سفر بروم. میخواستم از عرض اقیانوس اتلانتیک عبور کنم. اگر دیر میکردیم آن لحظه حساس را از دست میدادم. تندباد ماه اکتبر آن سال همه رویه های مرا برای خرید پیامی AMI به هم ریخت. بازار سهمیه ها و ورقه های بهادار به هم خورد. سهمیه های ما بخش مهمی از ارزش خود را از دست داد. بانک ها معتقد بودند وضع بهتر نخواهد شد و بنابراین حاضر نبودند به ما قرض دهند. در نتیجه من از خرید شرکت جدید منصرف شدم. جالب اینجاست که در جریان برخورد با شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز در تلاش برای حفظ ویرجین مجبور شده بودم ویرجین موزیک را به قیمت 9 میلیارد فونت به MIE بفروشم. یکی از غم‌انگیزترین روزهای زندگی من بود. پس از امضای معامله در خیابان آکسفورد قدم می زدم. روی یک تابلو اعلام نوشته بودند مبنی بر این که برینسون ویرجین موزیک را به قیمت 510 میلیون فونت نقد به فروش می رساند. چشمانم پر از اشک شد. اما در تجارتگاه باید تصمیمات دشوار بگیرید. اگر کار شرکت هواپیمایی خراب می شود صدها نفر شغلشان را از دست می دادند. اما آن میلیون ها فونت سبب شدند شرکت هواپیمایی ویرجین روی پای خود بایستد و ویرجین موزیک هم به کار خود ادامه دهد. همه ما دوام آوریم و این برایمان از هر چیز مهمتر بود. اگر کسی از من میپرسید و نظری من مهمترین چیز در زندگی چیست، به او جواب میدادم خانواده. من قویاً به خانواده اعتقاد دارم. البته میدانم که گاه خانواده ها از هم میپاشند. خودی من هم با این موقعیت روبرو شدم. این را هم میدانم که بعضی ها خانواده ندارند اما دوستان نزدیک میتوانند در حکم خانواده باشند. همه ما به یک شبکه حمایتی احتیاج داریم. با آنکه به من یاد دادن باید روی پایهای خود بایستم. بدون خانواده و دوستان صمیمی هرگز به جای نمی رسیدم.